سلام دوستان، تو این ویدیو آمدم معرفی بازی. اگه خوشتون اومد لایک کامنت یادتون نره بزن بریم. این بازی مپ های مختلفی داره و هم آنلاین میشه بازی کرد هم آفلاین، که بازی نه آفلاین رو میزنیم که 4 مپ مجزا برای آفلاین داره که میتونید با بازی کردن مپ ها رو باز کنید. تو این ویدیو اولین چیزی که به چشم میخوره گرافیک بازی، که گرافیک بسیار خوبی داره. میتونید این بازی رو از گوگل پلی و مارکت دانلود کنید با حجم 500 مگ. اسم این بازی ماجراجویی افزون است. این بازی ماشین های مختلف داره و تنوع داره با حجم کم که میتونید حالش رو ببرید. اگه خوشتون آمد بازم میگم لایک یا کامنت بذارید، ممنون میشه.